أفل بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و بزرگوار. امیدوارم که در هر کجا که هستین همیشه در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه روزهای دوشنبه، برنامه پرسش و پاسخ که برنامه است متعلق به خودتان و سوالهای شرعیتان را جواب می‌دهیم. در این برنامه در خدمت شما هستیم با کارشناس محترم برنامه جناب دکتر احسان الله مبارز که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می دارم و الله تبارک و تعالی را سپاسگزارم که بار دیگر به ما فرصت عنایت فرمود در خدمت شما بینندگان عزیز در این برنامه خودتان و در برنامه پرسش و پاسخ قرار داشته باشیم. از الله تبارک و تعالی خواهانیم تا به پایان برنامه و سپس تا به پایان عمر ما را یاری کند و همیشه ما را در سایه رحم و کرم و لطف و عنایت خویش با ایمان و با توفیق و هدایت نگه دارد. انشاءالله. آمین. جزاکم الله خیر. طبق روال معمول برنامه را از سوالهایی که از طریق SMS و پیام‌های رساله و نوشتنی بینندگان به ما رسیده برنامه را آغاز می‌کنیم. آقا محمد از پیرانشهر سوال کردند که خیلی گناه کردم، الان پشیمانم، چه کار کنم؟ همیشه نماز رو هم میخوانم ولی باز مرتکب گناه میشم و پشیمانم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سوال بیننده عزیز از جمله سوالهای تکراری است که بارها و بارها پرسیده می شود و جواب این هم واضح و روشن است که هرگاه بنده پشیمان می شود از عمل کرده زشت خود درباره الله تبارک و تعالی رخ می کند با هر آن گناهایی که مرتکب شده و اشتباهات و خلل هایی که داره، با وجود تمام آنها الله تبارک و تعالی بخشاینده و آمرزگار هست. فقط از بنده چند چیزی را طلبگار است برای اینکه الله تبارک و تعالی او را ببخشاید. یکی پشیمانی او صادقانه بوده باشد از اون کار و عمل زشت. دوم میان خود و میان پروردگار خود تعهد کند که دوباره به او کار روی نمی آوره و او را بگذاره. و سوم از پروردگار خود استغفار میکنه و توبه و ندامت میکنه و عمل خود نیک میسازه. عمل خود پس اصلاح میکنه، با انجام اعمال نیک رخ میکنه، برابر است که قبل از او هر آن گناهی که مرتکب شده باشد. انشاءالله که الله تبارک و تعالی توبه او را پذیرفته و گناهان او را میبخشد. اگرچه در بعدها باز بار دیگر شیطان وسوسه ها کرد و مرتکب مجدد گناه شد، باز هم دروازه توبه به او باز هست و باید که دوباره خللی که در رجوعش به پروردگار خود داشته در تلافی او باید بکوشه و متوجه بوده باشه که حتما خلل در اینجا بوده که شیطان بار دیگر فرصت پیدا کرد و جای پیدا کرد و فرصت پیدا کرد تا اینکه
و در میان وارد شده و به بیراه بار دیگر بکشانه. پس در اونجا صادق بودن در مصداقیت و صادق بودن توبه خود باید که جدی بوده باشد و بار دیگر به پروردگارش رجوع کنه و میتونه در هنگام سجده، در هنگام نیمه شب و در جمله حالات خود از الله تبارک و تعالی خواستار بوده باشه و طلبگار باشه که باید که الله تبارک و تعالی او را بر مسیر درست و راست هدایت کنه. و یکی از دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دعاهای همیشه‌ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، با آنکه الله تبارک و تعالی هدایت او را به ذمه گرفته بود و عصمت او را از ارتکاب جرایم و گناهان به ویژه گناهان کبیره و غیره به دوش گرفته بود، به ذمه گرفته بود. با آن هم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همیشه استغفار میکردن، از الله تبارک و تعالی آمرزش میخواستن و دعای مستمری داشتن که اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ای گرداننده دلها دل ما را بر دین خود استوار بدار، و یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، ای گرداننده و چرخاننده دلها دل ما را بر مسیر اطاعت و فرمانبری از خودت بیچرخان، بر او نگه دار. پس این دعاها را همیشه بکنه و همیشه ملتزم و پایبند اینها بوده باشه. انشاءالله که الله تبارک و تعالی در این مسیر با بنده که به او صادقانه رجوع کرد حتما دعای او را میپذیره. الله تبارک و تعالی فرموده که به بنده های ما بگو ادعونی استجب لکم، از من دعا کنند بخواهند من میپذیرم، منتها خواستی ما باید که و دعا و طلب ما که صادقانه بوده باشد، از صدق دل بیرون شود و همچنان عجله کاری در عجله زیاد که فوراً همین که دعا از ما صادر شد بدون ای که ما امتحان صادق بودن خود در میان بسپاریم و سپری کنیم. یا موضوعات دیگری هم که در دعاهای دیگری هست بر غیر از دعای توبه و دعای استغفار، اونها را در نظر بدون اینکه اونها را در نظر گرفته باشیم فوراً خواستار پذیرایی فوری دعای خود بوده باشیم. این هم یکی از جمله اشتباهات است، چون ما بالای الله تبارک و تعالی بالای او قوه جبریه نداریم که باید او را مجبور بسازیم، بلکه هرگاه الله تبارک و تعالی از ما راضی شد پسندید دعای ما را میپذیره و گهگاه در غیر موارد بخشش دعا و اینها بخشش گناه و اینها الله تبارک و تعالی چیزهای دیگری را با ما لطف بکنه و خللهای دیگری را کسر و جبر بکنه که ما از او آگاه نبوده باشیم. و صلی الله وسلم و بارک علی نبیه و رسوله محمد. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما. بیانیه بعدی پرسیدن آیا سیگار فروختن جایز است یا نه؟ نه خیر، چون سیگار از لحاظ شرعی حرام هست. استفاده او نه تنها به شخص سیگار کشونده مضر هست، بلکه به مجتمع محیط او هم مضر هست و ضرر او متعدی هست. لذا نوشنده او با آورنده او و با کسی که او را می فروشه و شرکتی که او را می سازد، تمامی از اینها در گناه او یکسان و همسان شریک هستند. پس باید که انسان خود از این گناه با دور نگه بداره، مخصوصا ای که این سیگارتی که او می فروشه باعث گرفتاری اشخاص به امراض شدید مرگ آور سرطانی و غیره شود. در این صورت در گناه اون قتل که صورت میگیره، در گناه اون قتل بر علاوه از گناه اصل مخالفت شرعی که در اینجا هست، در گناه اون قتل هم شریک خواهد بود و این باید در این خیلی ها احتیاط نمود، چون جنبه ای است که گناهی متعدی هست و همه افراد که کارتون سیگار هم نوشته دیگه باز سرطان میشه. و این از جمله چیزهایی است که
یعنی از جمله عجایب و غرایبی هست که در نظام‌های دموکراسی و غیره وجود داره، نظام‌های غیر مقید به قوانین شرعی در همین قضیه، با آن که مضر بودن نزدشان مؤکد هست و برای علاج امراضی از این شفاخانه های خاص ویژه تخصیص دادن، بلکه برنامه های وقفی خاص برای علاج امراضی درست این ساخته شده. با وجود آن هم به جای این که تمام این مصارف را که بار دیگر این شرکت های دیگری را میچرخانه، چون اصلا موضوعی در نظام های سرمایه داری و نظام های سکولاری که در پیوند با او هستند و نظام های دیگری که متأثر از اونها هستند، مهم نزدشان ثروت اندوزی هست به هر وجهی که چی رسد که به حساب جان میلیون ها و صدها هزار و میلیون ها و صدها میلیون انسان بوده باشد که میتونن که تجارت اسلحه، تجارت مواد مخدر، تجارت این سیگار و غیره چیزهایی که به خاطر چرخاندن شرکت هایشان در تمام دنیا جاری ساختن که یک شرکت چندین شرکت دیگری را میچرخاند. تنها موضوع وزارت های صحت این را ملزم قرار دادن که باید بالای کارتن سیگار، بلکه بالای دپایچ سیگار نوشته شده که مضر صحت است. اما از این جلوگیری نکردن به خاطر که شرکت ها و کلینیک ها و غیره صحیه که از مدرک او سالانه میلیاردها کسب کمایی میکنن، همگی بر همین استوار است که باید این مصرف شود تا اینکه یک بار مردم بیماری بخورن، سپس باز داروی اون بیماری، علاج اون بیماری را بخورن و الله تبارک و تعالی اینها را به مسیر درست و انسانیت برگردانه و این سیکولرها و دموکرات ها را انسان بسازه، تا اینکه به جای مبارزه با انسانیت و درگیری و گرفتاری با انسانیت، در مسیر انسانیت و در خدمت انسانیت برای انسان کار بکنن، نه برای یک انسان حیوان و استفاده جویی محض. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده در مورد این است گفتن که دو برادر و خواهر هستند که بعد از مرگ پدرشان برادر بزرگشان 75% از اموال از خانه و ماشین و مغازه و پول پدرشان را تصرف کردند و چون که گفتن مادرشان در خانه این برادرشان زندگی میکرده، اینها چیزی نگفتن. اما بعد از اینکه مادرشان مریض شده، این برادر مادرش را از خانهش بیرون کرده و الان هم پاسخگوی هیچ کس نیست. از نظر قانون اسلام این کار چه حکمی دارد و ما باید چه کار کنیم؟ از نظر قانون اسلام وقتی که شخص وفات میکنه، مثلا چون حالتی که اینجا وجود داره، شاید که در وسط ورثه دیگری هم شاید بوده باشه که در اینجا ذکر نشده، مادر یا پدر یا که پدر بزرگ و مادر بزرگی او بوده باشد، اونها هم اگر بوده باشن اونها هم در میراث سهمیه خود دارن. منتها اینجا افرادی که ذکر شده 2 پسر هست، 2 دختر هست و 1 همسر. همسر در اینجا 8 بر 1 بر 8 ترکه یا که مال و سرمایه که از او مانده از آن خود میکنه که تقریبا به حساب فیصدی چند میشه؟ به حساب فیصدی تقریبا 13 شریعه چنده میشه و در فیصدی چون 100 تقسیمی 8 میشه، 80 10 و 20 دیگرش هم کمتر از 4 13 شریعه 13 و نیم میشه، تقریبا 13.5% سهمی مادر فقط میشه، این همسر می باشه. از مجموع سرمایه‌ای که از او باقی مانده بعد از کفن و دفن و تکفین و تدفین و مصارف او،
و همچنان ادای قرضها و آنچه که بالای او لازمی هست. بعد از ادای اونها چیزی سرمایه که میماند از اون در چنین حالت 13.5% که میگیره همسر میگیره، باقی میمانه 86.5% فیصدی از او تقسیم میشه و میان دخترها و پسرها به حسابی که برای یک پسر دوچند یک دختر هست و در اینجا تقسیم میشه و به 6 دوباره تقسیم میشه و دو قسمت هر سهم کی ها می باشه، سهم برادر و خواهر هر پسری می باشد و یک سهم از 6 سهمی که اینجا تقسیم میشه و سهم دختر می باشد، یعنی 86.5 تقسیم میشه در 6. تقریبا هم 20 چندی از هر کدامی از اونها از پسرها می باشه و بلکه نه کمتر از اون. درست. 20 چند درصد شهر اومده تقسیم بشه دیگه ارثشون. بله تمامی تقسیم میشه و به حساب به همین فیصدی که حتی که بیان کردین در میراث. بله از 86.5% باقی از که میمانه تقسیم میشه و در 6 از اون حاصل قسمتی که از اون میباشه درست. دو ضرب 2 سهمی کی ها میباشه، سهمی هر پسره و ضرب 1 سهمی هر دختره، هر یک سهمی خود داره و این بر همین مبنا در شریعت باید که تقسیم شود بدون از اینکه حق تلفی بالای خواهرها یا که دیگر اهل ورثه صورت بگیره و هر نوع تعدی و تجاوزی در این جزئی از جنایت بالای شریعت، جنایت بالای حقوق مردم و خوردن مال مردم به ناحق به شمار میره، بر علاوه از این که جرم اضافی دیگری را داره که به نام جرم صله رحمی، قطع صله رحمی. درست. قطع صله رحمی و عدم مراعات حقوق صله رحمی و قرابت داری این جرم دیگری است که بر علاوه از مطلق خوردن مال حرام و نپذیرفتن حکم شرعی در این قضیه، این دو جرم هست. جرم دیگریش که در اینجا اضافه میشه عدم مراعات حقوق و عدم پاسداری حرمت قرابت داری که در وسط وجود داره و در حدیث صحیح است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از الله تبارک حکایت میکنه که الله تبارک تعالی زمانی که در عالم ارواح مخلوقات بررسی کرد و از بررسی مخلوقات یعنی پیدایشی اولی مخلوقات مخلوقات را آفرید، صله رحمی یا قرابت داری که رابطه قرابت داری در اونجا برخواسته از الله تبارک تعالی خواست که این بدیل ضد و نقیض اینا که هست قطع صله رحمی و عدم پاسداری قرابت، من از این پناه میخوام، یعنی این را بردار از میان مخلوقات خود. درست. یعنی چنین چیزی نبوده باشد که کسی تخطی کرده بتوانه، بلکه این قضیه را گویا از جبر قضایای جبر تقدیر بگردان تقاضای از او بود که الله تبارک تعالی گفت که چون در قانون آزمایش انسان برای آزمایش آفریده شده. درست. ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، ما انسان از نطفه چسبناک آفریدیم و آزمایش میکنیم او را، یعنی آزمایش میکنیم که یا اما شاکر و اما کفور، یا شکرگزار و سپاسگزار هست و یا اینکه ناشکر و ناسپاس هست. خب پس وقتی که این قضیه صله رحمی و قرابت داری و مراعات حقوق قرابت داری از جانب الله تبارک و تعالی حتمی باشه که یک شخص نتوانه که
خلاف او کاره انجام بده. انجام بده، در اون صورت این تکلیف ساقط میشه و قانون ابتلا میشه کنه. لذا الله تبارک و تعالی این را نپذیرفت، ولی گفت که فرمود که آیا راضی نیستی که کسی که حقوق تو را پاسداری کرد ما او را پیوند بدهم با او، یعنی پیوند خود با او و پیوند او را در زندگی و در آیندهش انجامی که در آخرت داره را ما بچسبانم و پیوند بدهم و آن که تو را ناپاسداری کرد او را ما قطع بکنم. پس در اینجا گفت که بله راضی هستم. الله تبارک و تعالی گفت این امتیاز برای تو هست. پس این شخص از اینجا خدا مستحق قطع و جرم قطع صله رحم را به خود کسب میکنه و مستحق قطعی که الله تبارک و تعالی در بدل از این وعده سپرده که حتما هم آینده ای از او را و هم زندگی او را ناسازگار و نامساعد میسازه، چی در مرحله کوتاه یا چی در دراز مدت، و اگر نشد در روزی آخرت در اینجا مجازات قضیه برای او حاصل میشه. پس این جرمی است، یعنی جرمی است بالای جرم و جرم متراکم، جرم‌های متراکم در یک قضیه صورت گرفته و اکثرا هم در اینجا شیطان انسانها را به سهل انگاری وامی داره. پس قضیه جرمی از او هست. اما در اینجا یک نکته دیگری دارد که اگر در صورتی که وقتی که وفات میکنه بدون اینکه قضیه ممانعت از جهت بوده باشد یا تعدی بالای حقوق و سرمایه بوده باشد از جانب یک شخصی از ورثه، دیگرها به خودی خود از حق خود و از سهم خود هر یکی از اونها که گذشت میکنه این حق برای از او هست، حق داره که بگیره و حق داره که گذشت کنه، بگه که شما میان خود تقسیم و توزیع کنید، ما لازم نداریم یا نمیخوایم. پس این حق هم در اونجا هست و کسی که یک بار بخشید دیگر از او بخشیده میباشه و در بعد بازگردانده نمیتونه. اما مطلق سکوت به معنای بخشیدن نیست، بلکه از دل خود بخشید و یک قضیه ثبت شد بخشیده، دیگر دوباره برگردانده نمیتونه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در یک گردش فامیلی بدون این که یعنی به صورت غیر عمد از تفنگ شکاری به یکی از جوانهایی که همراهم بوده تیر شلیک شده و من هم هزینه درمان را دادم، ولی آنها ولکن ما نیستند، با وجود اینکه هزینه درمان را دادیم و الان شاکی شدن و درخواست دیه 40 میلیونی پول را نمودن. آیا این کارشان حلال است یا نه؟ اگر اینها در وقت اول با تنها تداوی قناعت کرده باشند و از این قضیه گذشته باشند، در اون صورت چیزی بالای او لازم نمیآید و اگر مطالبه مجدد دیت برایشان حلال و درست نیست. اما در صورتی که در اون جریان به نگذاشته باشند و نوعیت زخم شکلی بوده باشد که یعنی اون شخص متضرر جدی شده باشه و مقتضی دیتی در اون هست، شرعاً در اون دیتی بوده باشد، در این صورت اونها حقشان هست و میتونن که طلبگار بوده باشند. اما در صورتی که در اول اونها بخشیده باشند و گذشته باشند، در بعد دوباره برگشتن نمیتوانند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن آیا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم تلقین میت خوانده میشد و اگر خوانده میشد چه میخواندن؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به الفاظ صریح فرمودند که لقنوا موتاکم لا اله الا الله. لا اله الا الله را در زبان مرده هایتان به اندازه
و زمانی که وقتی وفاتشان هست شما با اونها تلقین بکنید، اونها را یاد دهانی بکنید که لا اله الا الله بگوین. همچنین به دو طریق هست، یکی که برایش میگه لا اله الا الله بگو، یکی که نزد خودشان لا اله الا الله تکرار کرده میروند تا به اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده که من کان آخر کلام لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که آخرین گفتار او لا اله الا الله بود وارد جنت میشه. یعنی اینجا به معنای ورودی اولی و حتمی ورودی اولی نیست، بلکه می شود که ورود الله تبارک و تعالی گناهان او را ببخشاید و ورودی او را ورودی اولی بسازد که هیچ دوزخ نرود و می شود که در بدل گناهان دیگرش مجازات شود، سپس در نهایت حتما وارد جنت خواهد شد. پس برای اون این تلقین که تلقین لا اله الا الله است در هنگام جان کندن ای لازمی هست. جزاکم الله خیر. بیننده از زاهدان گفتن که اختلاف کوچکی بین ما شده، اما اطرافیان بزرگش میکنن و نمیذارن که ما با هم صلح بکنیم. این کار این اطرافیان چه حکمی داره؟ این مشکل میان زن و شوهر است یا که افراد دیگری؟ ذکر نشده. خب به هر حال اگر قضیه میان زن و شوهر بوده باشد، همسر و شوهری او بوده باشد، اینجا جرمی بالاتر هست. کسی که در میان از اونها ناسازگاری میسازه ایجاد میکنه، شخصی است که لعنتی برای او ذکر شده و مورد نفرین قرار گرفته و گناه او بالاتر هست. و همچنان کسی که در جامعه فتنه ایجاد میکنه و افراد به جایی که به صلح که فرمان الله تبارک و تعالی هست که انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، یقینا مسلمان ها برادر هستند، شکی نیست که مسلمان ها میان هم برادر هستند، پس در میان برادران خود صلح و آشتی بیاورید. در اینجا این شخص برخلاف این کار دیگری رو میکند که اختلاف اندازی میکند و آیات و احادیث صریح است که از اون منع کرده. و یکی از اون حالتی که از مثلا نمام، کسی که خبر رسانی میکنه، خبر این را به او از اون را به آنچه واقعیت هست او را میرسانه. این شخص یک از مبغوض‌ترین و منفورترین اشخاص در نزد الله تبارک و تعالی هست و الله تبارک و تعالی یعنی گناه این به نزد همگی برای همه معلوم هست که گناه برای این در شریعت ذکر شده و یکی از جمله افرادی هست که در روز قیامت الله تبارک و تعالی با اونها نظری رحمت نمی اندازه. پس با هیچ خود را از رحمت الله تبارک و تعالی دور بسازه و در گناهان زیادی را برای خود کسب بکنه و از نیکی های زیادی که در اثر صلح و آشتی آوردن میان دو شخص مسلمان به دست میاره، از اونها خود محروم بکنه. این انسان خیلی انسانی یعنی محروم و قابل ترحم هست که الله برای از او دعا بکنه که الله تبارک و تعالی هدایتش بکنه و او را از مسیر و گردابه‌های شیطان به مسیر حق راه رو و گامزن بسازه. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که شرکت های بازاریابی اینترنتی مثل بیز کار کردن در آن آیا حلال است یا حرام؟ این تابع این نوعی کاری هست که در اون شرکت ها است. اگر در شرکت ها وکالت دارن از اجناس عینی مشخص و محدد که واقعیت بیرونی دارن و در اونها داد و گرفت تسلیمی در داد و گرفت ها وجود داره، در اون صورت اشکالی در این نیست. اما اگر تنها تجارت وهمی هست که پول هم این در ذخیره در بانک گذاشته و اون هم چیز دیگری در وسط هیچ جنسی نیست، فقط نام جنس هست و بس، در این صورت اصل تجارت که حرام هست
اصل تجارت حتی بیرون از تجارت های انترنتی بوده باشد هم حرام هست، مگر که تسلیم عینی جنس بوده باشد که این شخص تسلیم شده در حوزه خود و در تصرف خود و در ملکیت خود او را وارد کنه و شخص دیگر از ملکیت خود و از محیط خود او را بیرون کنه. در غیر او تجارت ناجایز هست و اگر تجارت انترنتی هم از همین قبیل بود، همین حکم حرمت را به خود دارد و جواز ندارد. اما اگر تجارت به از نوع اول بوده باشد که در اون تسلیم وجود عینی اجناس بوده باشه و تسلیم واقعی جنس از شخصی فروشنده به شخصی خریدار و سپس در تبادله های بعدی، در این صورت اشکالی در این تجارت وجود نداره و شخصی دیگری که برای تجارت کار میکنه یا که بازاریابی میکنه یا که در کارهای دیگری اون مصروف میباشد، اون شخص هیچ اشکالی در کار او وجود نمی داشته باشه. منتها طبیعی است که اصل تجارت جواز داره یا نداره. اگر اصل تجارت جواز داشت، درست بود، هر نوع کارکردهای مرتبط با او در صورتی که اشکال دیگری شرعی نداشته باشند درست هست. اما اگر اصل تجارت نادرست بود یا در جزوه‌ای که پیوند به تجارت و کاری درست داره در این جزوه اشکال شرعی دیگری هست، در اون صورت تجارت به هر وجهی که بوده باشه، چی انترنتی و چی بیرون از اون، نادرست و حرام می باشه. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان نیز خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که میخوان تماس بگیرن از الان سوالاشون آماده بکنن، یعنی سوالا آماده بشه، نوشته بشه که بهتر، و از طریق گیرنده گوشی نه از طریق تلویزیون با ما صحبت بکنن و منتظر نباشن که صداشون از تلویزیون پخش بشه. یعنی الان سوالاتون رو آماده بکنین. بیننده بعدی پرسیدن که اگر با تصادف کردن با ماشین پای عابر بشکند، آیا دیه گرفتنش حرام است یا حلال؟ دیه گرفتن حقی او هست و اینجا به عنوان چیز جرح و یا این که اگر حادثه قتل بوده باشد، مجروح سازی یا قتل شبه عمد می باشد یا که خطا، خطای شبه عمد شبه قصدی هست و یکی خطای محض است. در هر دو حالت برای کنترل جامعه اینجا جریمه گذاشته شده و هر کس جنایت را مرتکب خواهد شد و مدعی خواهد شد که بر اشتباه بوده و سهوا از ما سرزد شده، لذا ما در قصدی نداشتیم. جامعه به بینظمی های کلی رخ میکنه و به بینظمی می انجامه، وضع امنیت جامعه از بین میره و در این صورت به خاطر کنترل این وضعیت این امر طوری احتیاطی وضع شده. ورنه در اصل خطا و اشتباه و سهو گناه نیست، اما به خاطر دفع ادعاهای دروغین جلوگیری از ادعاهای دروغین در این قضیه این موضوع شرعاً جدی گرفته شده و واقعاً هم که وقتی که انسان یک بازنگری کلی بر قضایایی که از این قبیل هست انجام میده، میبینه که در بسیار حالات اعمال برقصد می باشد که اصحاب او مدعی هستند که سهوا از ما صورت گرفت، ما قصد این کشتن یا قصد این جنایتی را نداشتیم، از ما سهوا و برخطا صورت گرفته. پس برای کنترل این شریعت دیت را در این قضایا قرار داده و محدد کرده. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن من و خانمم حج فرضی را ادا کرده ایم.
آیا بار دوم حج برویم یا پولش را برای فقیران به افغانستان بفرستیم؟ در صورتی که در محیط فقیر بوده باشد و مخصوصا از اقارب شخص بوده باشند، اونها یعنی اولویت های خود دارن نسبت به حج های نفلی. اما در صورتی که شخصی میتواند که هم اون کار را انجام بده و هم این کار را، در اون اشکال وجود نداره، جمع بین هر دویش بهتر هست. اما اگر چنین کار داره و فقیری هست که با اونها معرفت داره و نیازی اونها جدی هست، از حج نفلی، نسبت به حج نفلی یاری رساندن به فقیرهایی که مخصوصا در حالتشان خیلی تنگ و ناساز بوده باشد مقدم هست. و در این ما میتونیم که به مثال های از زندگی عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی، عبدالله بن مبارک مروزی از بزرگترین علمای عصرش و بزرگترین علمای خراسان در زمانش که هم شاگرد امام مالک و هم دوره از اونها هست و امام مالک رحمه الله همش یعنی وقتی که ای وارد میشد و احترام گذاری او از جای خود بلند میشد. یعنی او از جمله علمای تاجر و سرمایه‌دار هم بود. در بس اوقات بارها چنین شده که همراه با قافله‌ای که راهی حج بودن، نه یک تصمیم ابتدایی گرفته بودن بلکه راهی حج بودن، در اثنای راه دیدن که خانواده فقیری هست که هیچ چیزی برای خود ندارند، تمام داشته خود با اونها دادن و حج اون سال خود لغو کردن برای سالهای بعد. این سال این مقدمتر هست از حج نفلی که ما اونجا میرویم. اما حج فرضی جایگاهی خود داره و اهمیت خود داره. در موضوع دیگر یعنی میتونه که هر یکی از اونها را انجام بده. درست. جزاکم الله خیر. تماسای بینندگان عزیز وصله و بینندگان باز تکرار میکنم لطفاً سوالا را آماده بکنید، بعد تماس بگیرید و از طریق تلفن با ما صحبت کنید. اولین بیننده، السلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. برادر عزیز یک سوال داشتم. بفرمایید. همین در وقت نکاح همین داماد شونده یا عروس شونده حق و حقوق نکاح رو نمیداند، اسلامیش رو. در همون وقت دامولا دو نفر رو نکاح میکنن، از طرف مردک شوهرش گویم اگر مهر کلان رو طلب کرد وای میکنن، مهر کلان رو طلب کرد روزگی میگیرن. همون داماد شونده گویم، داماد شونده نکسر نمیفهمد وای، درست، حق و حقوقش نمیفهمد وای روزی میشد. بعد از همون چی میشد؟ همون مهرش دادنش نکنه، مثلا یک چیزی کلان خانه گویم نیم خانه نام عروس شونده میگذارد و روزی میشد داماد شونده. درست. سوال دیگه هم دارین؟ این حق دارد؟ نه دیگه سوال ندارد. حقی چی؟ که بدون اینکه بفهمین حق همین مهر کلان رو گران مهر داده بزرگه میکند یا نه؟ قبول میکنه ازدواج، بعد متوجه میشه که مهر بزرگی طلب کرده، مثل خونه و این مهرهای بزرگی که هست، چون زیادم رخ میده این قضیه و بله. چیز هست. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بنده رو وصل کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد بخش سوالی داشتم، از ازدواج خواهش داشتم درباره ماه مبارک رجب فرمانند حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چیکار میکردن در این ماه و همین را توضیح میدادن. دیگر سوالی نداشتم. الله مهربان به همه شما صدریم پاداش خیر نصیب گرداند. السلام علیکم و رحمت الله.
برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از خواهر گرامی. بیننده بعدی رو وصل کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله برادر محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. سلام جزاگانه خدمت مولانا صاحب عبدالقدوس دیقان هم دارم. علیکم السلام. برادر محترم، ما سوال اینه که ما چون در اروپا زندگی میکنیم، این بچه های ما که 9 سال و 10 سال سن دارن 11 سال سن دارن، اینا چیز نماز صبحشان چون باید شب هم که ساعت 9 نماز مغرب میشه، ساعت 9 نماز شام. آلمان. نماز شام درست. خلاصه اینکه ساعت 10 دیگه الان چند وقت دیگه ساعت 10 تازه نماز مغرب میشه. خب اینا که بخوابن نمیتونن به نماز صبح بیدار بشن. اگر به نماز صبح که بیدار بشن خیلی مشکل میشه دیگه، مدرسه نمیتونن برن. اگر مدرسه برن که برگردن. نماز صبح ساعت چنده یعنی؟ یعنی زیاد که بخوابن همون 6 ساعت یا 7 ساعت بیشتر نمیتونن بخوابن در شب. درست. اگر به نماز صبح بیدارشان بکنیم 5 ساعت یعنی خوابیدن. درست. این را اگر به ما جوابش بگی استاد محترم. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر. سلامت باش. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. استاد من یک سال روایتی داشتم. در چه زمینه‌ای باشه؟ چون سال برنامه شرعیه و اگر در مورد امور شرعی هست در خدمتتون هستیم. یه روایت هست در صحیح مسلم در مورد سلام. سلام علیکم بفرمایید. استاد حق بفرمایید. برنامه وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ. سوالی داشتم. سوال اولتون؟ سوال من شرعی. بفرمایید. فردی معلولی هستم. خب یکی صداتون رو بلندتر بکنید. نماز هم میخونم ولی بدون دست نماز هم درسته. سوال بعدی؟ سوال دیگری ندارم. خسته نباشی. خدا سلامت باش. بدون وضو نماز میخونن. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. زنده باشید. یه سوالی داشتم. بفرمایید. سوالتون؟ سوالمون این بود که من بچه اول خونه هستم، میخواستم این سوال کنم. تمام زحمت رو دوش من بوده ولی پدر و مادرم اومدن ارث بین برادری کوچکم تقسیم کردن. این حکمش چیه عزیزم؟ یعنی به خود شما هم ارث دادن یا فقط به برادران کوچک؟ ندادن برادرم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نگاه کن، گفتم یه بار دیگه تکرار میکنم. ارث من بچه بزرگتر دارم، تمام زحمتام رو دوش من بوده، بچه اول خانواده بودم. خب به من ارث ندادن، بین برادری دوتی کوچکو، من اولین بچه هستم، بین برادری کوچکوم تقسیم کردن، دوتی آخری تقسیم کردن. حکمش چیه عزیزم؟ درست. تشکر میکنم از شما. سوال واضحه، انشالله پاسخ دریافت میکنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. می‌خواستم بدونم نماز عشا رو تا اذان صبح که خوند، یعنی تا قبل از اذان صبح. بعد یکی این که واسه فرق نماز شب با وتر چیه یا همونه؟ اینم واسه هم توضیح بدید. فرق بین نماز شب و وتر. بله. ممنونم. سلامت باشین. نماز شب و وتر. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم.
یه سوالی داشتم خدمت آقای آقا. بفرمایید سوالتون. من مطلبی دیدم که مثلا میگه قرآن تعریف شده، آیا جایزه که ایشون گفته قرآن تعریف شده؟ کی گفته؟ در جلد سوم صفحه 13 و 14. کی گفته؟ خب کتاب جناب ابن تیمیه. سبحان الله. تشکر میکنم شما. سوال برنامه شرعیه، اگر سوال شرعی دارین بفرمایید. اولا سوال شرعی نبود، من چرا وقت بیننده را تلف کنیم؟ سوالش نگرفتم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سوال شرعی داشتم اصلا. بفرمایید، سوال شرعی در خدمتتون هستیم. باشه، مسئله شرعی که شما دارید به طرف خیانت و جنایت و دزدی مردم رو هدایت میکنید، این درسته؟ این منظورتون جمع‌کرانه؟ سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. یک چند سوال داشتم. سوال اولتون؟ سوالی اولم همه که اگر مرد باش زنش رو طلاق دهد چی حکم داره؟ اگر مرد باش همسرش رو طلاق دهد. خوبش یعنی من یک صداتون یه جای قطع میشه. اگر مرد در خوابش در خواب همسرش رو طلاق دهد، یعنی خواب هست، یعنی در خواب خواب ببیند دیدن. که همسرش رو طلاق داده. آه. سوال بعدی؟ سوال دوم، مسئله پیر و مرید که در تاجیکستان است، اهل طریقت هستند، درست است یا نه؟ سوال بعدی؟ سوال بعدی، بله. من در زبانم یک خیل جراحت میبراید. وقتی که مو جراحت باشه من گپ زدن نمیتونم، نمازم رو به دل میخوانم، درست است؟ این نماز رو با تأخیر میخونید؟ نه، نماز رو در ذهنم میخونم، با زبان تلفظ کردن نمیتوانم. سوالی دیگر، اگر طهارت که در آفتاب گرم شده باشد با همون طهارت کردن درست است؟ یعنی آبی که در آفتاب گرم شده باشد؟ با همون طهارت کردن درست است؟ سوال دیگه هم دارین؟ یک قرآن گرفتیم در ولایت قم ایران چاپ شده است. الو. درست. در بالای همون قرآن صورتی رسمی بلبل هست. درست. و بود از همون وقتی که من قرآن رو ورق اولش رو کشیدم، دعای پیش قرآتی امام جعفر در اونجا درد شده است. همین قرآن رو خواندن ما درست است؟ یگان ایلوگی نداره؟ درست. تشکر میکنم از شما. خدا نگهدارتون. سلامت باش. تشکر میکنیم. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سلامت. من راجع به او که گفتم بره ارث با بله. ظاهرا تماسشون قطع شد. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. در خطیب جمعه در روی منبر گزده حکمش چیست؟ دوباره سوال بپرسید، یکم صداتون رو بلندتر کنید. خطیب سوال دوباره یعنی خوب شیخ متوجه شدین سوالشون؟ خطیب برای منبر یک چیزی گفت متوجه نشدیم. ظاهرا تماسشون قطع شده. تماس بعدی بیننده بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ شرعی بفرمایید. خواهش میکنم تماس من رو قطع نکنید. ابن تیمیه در مجموع فتاوا جلد ظاهرا تماسشون قطع شد. دوباره همون کسی گفتیم که اینا سوال شرعیه. خب بیننده گرامی، من گفتم که اینا سوال شرعی، برنامه فتوا و سوال شرعیه و شما دارین سوالای شبهه‌ای میندازین. یعنی این با حرف خودتون و با از دیدگاه خودتون این کار درسته که ما بیایم وقت برنامه رو بگیریم و
به این خزعبلات شما پاسخ بدیم. سوالای آن روسی که و برنامه بله منهاج السنه هست. درسته، برای همین فقط میخوام وقت برنامه رو بگیرن و وقت رو ضایع کنن. روزهای شنبه، سه شنبه و چهارشنبه در اختیارشون. درست. بنده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ شرعی در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بفرمایید. ظاهرا تماسشون قطع شد. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام استاد محترم، من هم خالد هستم. الان زنگ زدم، بسیار ببخشید دوباره مزاحم شدم. خالد در خدمت شما هستیم. و این که مثلا همون لحظه روشن کردم چهره مبارک استاد محترم دیگه رو ندیدم، فکر کردم همون مولانا عبدالقدوس دیطان است. درست. و سلام خدمت استاد محترم عرض می‌کنم. من اون وقت شروع کردم فکر نکردم که تماسم فوراً برقرار بشه، گفتم یادداشت میکنم دیگه. درست. بالاخره سوالم درست نتونستم توضیح بدم، الان توضیح میدم. همین ما که در اروپا زندگی میکنیم، همین یک ماه پیش شبا کوتاه نبود، میتونستیم با نماز صبح بچهای کوچیک یعنی بلندشن نماز بخونن. الان که دیگه شبها کوتاه شده، خیلی کوتاه شده، یعنی ساعت 11 نماز خوستن میشه، ساعت 5 هم نماز صبح. اگر بچه‌ها بشینن نماز خوستن را هم بخونن تا استراحت میشن 12 شب میشه، نماز صبح نمیتونن بیدار بشن. خب الان یک ماه دیگه ساعت 12 نماز خوستن میشه، ساعت 3 و 2 نیم هم نماز صبح میشه. یعنی این کار رو چیکار بکنیم با این بچهای کوچیک؟ ما که بزرگ مشکل نداره، اما بچه‌ها چیکار کنن؟ همین رو اگه جواب بدید تشکر میکنم. بسیار درست. خدا تشکر میکنم آقا خالد. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. باز بینندگان گرامی خواهش میکنم که از طریق تلفن با ما صحبت بکنن، منتظر نمونن که صداشون از تلویزیون پخش بشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. امین، یک چیه پرسم؟ بفرمایید. صدای شما پخش میشه و سوال شرعیتون بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. با از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید خواهر گرامی. شوهرتون اگر عرق خورد به پرسش وای ایخانه برآمدن ممکن است؟ بدون پوشش از خونه بیرون رفتن؟ بدون پرسش؟ ها. سوال دیگه هم دارین؟ نه. تشکر میکنم از شما. آخرین تماسی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. آقا قربون دارم، من قصد به خدا قسم قصدی که وقت شما رو بید. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، شما آخرین بیننده هستین، بفرمایید. الو. بفرمایید بیننده گرامی. لطفاً از طریق تلفن با ما صحبت کنید. یه سوال شرعی داشتم. بفرمایید. سوال شرعیتون؟ من فردی معلول داشتم، الان زنگ زدم که گفتم متوجه نشده باشید. نمیتونم وضو بگیرم، بدون وضو هم نماز میخونم. درست. ببینم قبول یا نه. یعنی چرا نمیتونید وضو بگیرین؟ علت اینکه وضو نمیتونین بگیرین چیه؟ علت وضو گرفتن معلول داشتم، فردی قد نخواهم. درست. ببینم بدون وضو هم جایز نماز هم میخونم، ببینم قبول یا نه. انشالله توضیح میدیم. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. سلام ورحمت الله. سلامت باش. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ورد زبانم نام محمد، آرام
جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آلود باشد امانم نام محمد، باشد امانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. بگذشتم من عیش جهان را، عیش جهانم نام محمد، عیش جهانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. بسؤالي جئت لكي أدري
عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب دکتر، بیننده اول سوالی پرسیدن که برای خیلی از جوامع، نه فقط خاص یک منطقه هم شاید باشه، زیاد رخ میده و اون هم این که در وقت بستن عقد ازدواج داماد و عروس در مورد حق و حقوقی که در عقد ازدواج اومده خیلی هاشون نمیدونن و بخصوص داماد اون برگه ها رو امضا میکنه و بعدا مثلا متوجه میشه که مهریه کلانی و بزرگی را طلب کردن در حالی که نمیدونسته و امضا هم کرده و راضی هم در ظاهر چون که امضا کرده این راضی است. آیا این حالت درست است یا نه؟ طلب مهریه بزرگ و کلان در ازدواجی که مشخص هم نیست برای داماد. در اصل در مهریه یکی از حقوق زن هست در موضوع ازدواج با همه میان زن و شوهر در شریعت اسلامی و این تابع اصل مهریه تابع رضا و قناعت زن هست در اون مهر، چی به زیاد قناعت کرد و چی قناعت آن بود و چی به کم، و مستحق اون مهریه هم خود زن هست در شریعت اسلامی، مگر اینکه چیزی از اون برای پدر و مادر دختر تعلق بگیره، ورنه اصلی اون مربوط خود زن هست. هیچ یک بجز از پدر و مادر بالای از او هیچ کسی دیگر حقی نداره که از اون استفاده خودی داشته باشه، استفاده خودی و شخصی بکنه. این اصل هست در حق مهر. و یکی از عوامل زیاد تهدید مهر به مبالغ زیاد امی هست که دیگرای از او استفاده میکنن بدون اینکه به صاحب حق داده شود. در قرآن کریم وقتی که هر جای ذکر میکنه میگه و آتوا صدقاتهن و آتوهن صدقاتهن نحله، مهرهایشون را با خوشی به طور هدیه برایشان تقدیم بکنه. و در جای دیگری هم آتیتموهن اجورهن لا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، باکی ندارد که با زنها ازدواج کنید در صورتی که مهری اونها را با اونها مهریشون را به اونها پرداخته باشه، به خود به زنها. لذا مهری حق زنی است که شوهر میکنه در بدل ارتباطی که در این برای این پیدا کرده و نوع حرمتگذاری مرد و تقدیری از جانب مرد به این زنی که آبادی آینده خانه و سرپرستی آینده خانه خواهد شد، به این معنی تقدیر از او. لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم عموما میکوشیدند که مهرها زیاد نبوده باشه. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مجموع مهرهایی که خودشان تقدیم کردن و مهرهایی که از دخترهایشان گرفتن میگن از 420 درهم تقریبا میشد در اون وقت، چند واقعی بیشتر مهر نمی گرفتن. درست. و اون هم اکثرش بلی خودی برای دختر و مصارفی همون به خرج می رساندن. این مسئله بود که مربوط به اونها می باشه. و عمر رضی الله تعالی عنه هم در این قضیه حدیث مشهوری از اونها هست که گفتن که مردم شما در مهرها مبالغه نکنید و مهر بلندی نکنید. اگر این کار خوبی می بود بهترین زنهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و دختران پیامبر اکرم صلی الله علیه و بودن و هیچ یکی از اونها با مهری بلند و بالای به خانه شوهر نرفتن، بلکه مهرهای چیزی داشتن. و حتی در مورد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بالای یکی از فقرای انصار که یک مسقال طلا، نه 80 و چند سکه، یک مسقال که بگیریم 4.25 گرم طلا، خیلی کم هست. درست. مهریه بالای او گذاشته شده بود. آمد پیش نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که در توان من نیست با ما همکاری رسول الله. بله.
نبی اکرم صلی الله علیه و آله گفت چی قدر هست؟ گفت به این به اندازه وزن یک دانه خرما بالای من چیز گذاشتن، مهر گذاشتن، طلا. البته طلا. نبی اکرم صلی الله علیه و آله با غضبناکی شدید گفتن که آیا شما مهرها را به شکل تعیین میکنه که گویا داره از کوه طلا تراشیده به دیگر تقدیم میکنه، بلکه باید مطابق با حالت و وضعیت داماد مهریت تعیین شود. چون این برای ازدواج، برای ساختار زندگی اجتماعی دو شخص، دو فرزند است، هم فرزند خود که به خانه دیگر میرود و هم اون فرزندی که با رفتن قرار گرفتن فرزند دو دختر تو در خانه او جزی فامیل و جزی خانواده تو میشه و رابطه های مستمر و ناگسیستنی خرابت در اینجا با وجود میاد، در صورتی که اولادهای هم در وسط به میان بیان، در وسط پیدا شود. در این صورت نوه‌ها و همه چیزی از خانواده تو هستن و چیزی از اولاده تو. پس باید که به عنوان یک پدر در اینجا تعامل داشته باشی و اونجا هم موضوع تجارت فرزند و تجارت دختر و کسب و کمایی سرمایه در اینجا نبوده باشه، بلکه کسب یک نوع خویشی و قرابت در وسط و حرمت گذاری به زن و تقدیم مهریه به اون به عنوان یک نوع تقدیر برای زن و قربانی های زن در این خویشی و قرابت. و در اینجا جالب هست که به یک مسئله مشهور نزد علمای اسلام که فتاوای متعدد دارد از صحابه و تابعین و علمای بعد از اونها اشاره بکنیم که در اون میگوین که مثلا شخص با کسی رابطه ازدواج دختر خدا برقرار میکنه، اما با جای اون دختر دیگری را تقدیم میکنه، سبحان الله، که حالت صورت میگیره. در اینجا فتوای عمومی به این هست که ملزم هست که اگر اون راضی شدن مهر به همون تعلق میگیره و همون ازدواجشان میباشه. اما اگر قناعتشان نبود، پس مخصوصا قبل از اینکه در اونها پیوند همخوابی های صورت گرفته باشد و بعد از اینکه همخوابی ها صورت میگیره و کسانی که در اینجا فتوای برگشت برای از اونها میتن و قناعتی و حاصل نمیشه، اینجا میگه که بالای پدر لازمه هست که مهر همپایه همون مهری که قبلا بوده به این دختر خود تقدیم کنه، دختر دیگری خود از خود تجهیز و آماده کرده و مهر دیگری با مهریه که گرفته بود با او را با او آماده کرده تقدیم بکنه. پس در اینجا بالای پدر مهریه الزامی شرعاً قرار میگیره. درست. در صورت یک نوع عمل کردی زیشتی در برابری سرنوشت دختر خود که انجام داده. درست. پس شخصی که در چنین حالت بالای او یعنی الزام مهر هست، کلی مهر و کلی سرمایه که از او را به خود اندوخته نمیتونه به هیچ وقت مستحقی او نیست، بلکه مستحق دختر هست مگر اینکه چیزی به پدر و مادر خود یا به شوهر خود میبخشه. درست. اینجا موضوعی از اونها هست. دقیق رضایتی او بوده باشد اینجا اشکالی نداره. به هر حال در صورتی که بر مهر بالای اونها قرار داده عقد می شود، در بعد اگر با تفاهم همراه همسر خود چیزی از او را لغو میکنن، نه که کلی او را چیزی از او را لغو میکنن و اون باره که بالا هست
چون مستحق همسر هست، همسر از حق خود میگذره. بله. در اونجا هیچ کسی دیگری در وسط مداخله کرده نمیتونه و حق مداخله را هم نداره. اما در صورتی که اون خواستگار بوده باشد، باز مسلمان ها به شرط های خود هستند و در اینجا بالای او ادای اون مهریه لازمی می باشه، مگر اینکه به افلاس به انجامه، یعنی اون شخص از توان کلی اون شخص کاملا بیرون هست. در این صورت باز حکم مفلس به خود میگیره که به اندازه‌ای که توانش هست تا حد امکان توانش پرداخت نکنه و دیگرش از او ساقط میشه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که الان که نزدیکی یا در ماه رجب هستیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا در این ماه کاری یا دعای چیز خاصی انجام دادن یا نه؟ حجان ماه رجب یکی از ماه‌های محرم هست و یکی از 4 ماه حرامه که در قرآن کریم ذکر شده. منها 4 حرم، 12 ماه سال، 4 او ماه‌های محرم و دارای حرمت خاص هست. از جمله اون این چیزی که در حرمت این ماه آمده همین آیت هست و بعضی چیزهای دیگری که عمومی ذکر شده، اما در فضیلت این ماه و در ادای عبادت خاصی در این ماه، چی نماز، چی روزه، چی صدقه و غیره خاصی که آمده، هیچ یکی از اونها قسمی که حافظ ابن حجر در تبیین العجب کتابی دارن درباره بررسی احادیثی که راجع به ماه رجب آمده و فضیلت های ماه رجب، فيما تبيين العجب فيما ورد فيه فصل رجب. و همچنان عالمی دیگری قبل از اونها هست، با کتابی دار ابن دیحیه کلبی میگن از علمای اندلس، کتابی دارن به نام اداء ما وجب، اون هم في ما جاء في فضل رجب في احاديث التي ورد في فضل رجب. اون هم و علمای دیگری هم که هستن میگوین تصریح میکنن که هیچ حدیثی در فضیلت خاصه یا فضیلت عبادت خاصه، عمل خاصه در این ماه از نبی اکرم صلی الله علیه و آله به ثبوت نرسیده و نبی اکرم صلی الله علیه و آله مانند سایر ماه ها در این ماه چیزی روزه می گرفتن، هر دوشنبه و پنجشنبه قسمی سایر ماه ها روزه در این مستحب است و روزه های 13 و 14 و 15 و روزه های 20 گفته می شود و اونها و شخص میتونه که هر یک روز بعد را هم روزه بگیره، نه اینکه اختصاص به این ماه داشته باشد، بلکه چون سایر ماه ها قسمی که جواز داره. درست. جزاکم الله خیر. آقا خالد از اروپا تماس گرفتن که گفتن بچه هایی که به سن 9 یا 10 11 سال رسیدن آیا میتونن نماز صبح را بیدار نشن یا بیدارشون نکنیم؟ چون که گفتن که ساعت 11 شب در بعضی از ایام، البته در بعضی از ماه‌های سال 11 شب نماز عشاست و 2 نیم نماز صبح و اگر بچه‌ها برای نماز صبح بیدار کنین برای مدرسه نمیتونن بیدار بشن. آیا ما اجازه داریم که اونها رو بیدار نکنیم؟ اینجا موضوع اطفالی که از سن 10 به پایان هستن موضوعشان ساده تر هست نسبت به اطفالی که از سن 10 به بالا هستن تا به سن بلوغ، چون نبی اکرم صلی الله علیه و آله میگه که از سن 7 به حساب تربیه اونها را به نماز حکم بکنه تا به 10 سالگی و از سن 10 به بالا اونها را تأدیب بکنه در برابر کوتاهی در نماز. این یک مسئله است. مسئله دوم مسئله وقت هست، یعنی در صورتی که یعنی فعلا یادآور شدن که ساعت 10 نماز مغرب می شود و 11 بلکه شاید که فاصله کمتر از او هم بوده باشد نماز عشا و بعد از او اگر خواب شوند تا به ساعت 5 تقریبا 6 ساعت در این روزها وقتی کافی هست که در شب خواب شوند و قسمی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله آمده و در قرآن کریم هم ذکر شده خواب دیگری هست که نقص ایراک جبران میکنه که به نام خواب قیلوله هست. خواب قیلوله که بعد از زوال و تا بعد از ظهر و پیش از زوال
خواب چاشت خواب ظهر یا پیش از نماز ظهر یا که بعد از نماز ظهر. این خواب هم کیفیت خاصی خود را دارد. در جمله خوابهاش نزدیکترین خوابی هست به خواب شب. میدونید کفاره این را در اونجا جبرانی را در اونجا حاصل کنه. اما در صورتی که مثلا در ماهای بعد که ماهای بعد و روزهای بعد که در اونجا میگه که بعد ساعت 11 نماز مغرب میشه تقریبا و ساعت 2 نیم نماز صبح در اونجا اطفالی که از سنی 10 به پایان هستن، یعنی این فرمان نماز برای تربیه ایشان هست. لذا میتونه که وقتی که بیدار شد فوراً همون وقت گفته شود که نماز خدا بخوان تا اینکه یک فکری در ذهن او باشه که یعنی همین نماز وقتی بیدار شدن و وقتی صبح برای او هست و به هر اندازه که سنی او بالا میره و میتونه که بر وقت ادا بکنه و میتونن که مثلا به جماعت خودشان بخوانن و قبل از طلوع آفتاب تقریبا به 15-20 دقیقه فرزند خدا بیدار کنه و نماز خدا در اون وقت ادا کنه که در وقتش بوده باشد. این هم یکی از جمله علاجی های این قضیه هست و در این وسط تقریبا 1 ساعت الی 1 نیم ساعت وقت می بوده باشه و این تقریبا تا خیلی حد وقتی کافی هست که خواب کافیه خواب کافیه در اینجا برای حاصل میشه. اما مسئله دیگری هست که در ضمن هم میتونه که شکل تنظیم خواب خدا یا اطفال به شکل تنظیم بکنه که در وقتی روزی که طولانی هست وقتی محدد از طرف چاشت بعد از درس برای خواب تعیین بکنه و شبیه با قیلوله روز تبادله میشه. در اینجا اگر چنین چیز ممکن نبود، یعنی مسئله بود که دیگه برای از اونها کاملا دشوار تمام میشد که بالاخره اونها نمازگریزی مطلق میشده باشن، در اون صورت یعنی به جای این میتونه که اونها را خوابشونه یا حتی این هست که در وقت اگر بیدار شوند هم نماز خدا نمیفهمن که چی میخوانن و چی گفتن و چی نگفتن. در این صورت اونها خواب خدا بگیرن و در وقتی که بیدار میشوند و در اونجا قبل از وقتی مدرسهشان نمازشان ادا کنند. اما هر چقدر که سنشان به سن بلوغ نزدیکتر میشه و به اون انداز این قید و این سهولت تنگتر شده میره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که قطع نخاع هستم و نمازم را بدون وضو میخوانم، آیا این کار درسته یا نه؟ چون که نماز را با اشاره میخوانم و نمیتونم وضو بگیرم. در صورتی که وضو گرفتن برای او مضر بوده باشد یا اینکه توان وضو گرفتن را نداشته باشد و کسی دیگری نباشد که او را وضو بدهد، در این حالات به اما حدی که توانش است، قسمی که الله تبارک و تعالی میفرماید فاتقوا الله ما استطعتم، به اندازه توانتان از الله تبارک و تعالی بترسید. و در آیه دیگر الله تبارک و تعالی میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله تبارک و تعالی نفسی را مکلف نمی‌سازد مگر به اندازه توانش. زمانی که از توان بیرون بود دیگر اونجا مکلفیت نداره، در اون صورت به همین حالت نماز خود ادا کنه، برایش ادا میشه. و قسمی که ما حالتی داریم برای در انسان سلسل بول، همیشه سوزا که در پیشاب خود دارن و مشکلی در از نگاه سلسل بول هست یا که از لحاظ هوای شکم مشکلی دارن یا این که زنانی که خونریزش مریضی دارن غیر از ماهوار
در اون صورت اینها هر یکی از اینها ناقض وضو هست، اما چون برای از اونها مجال و امکان رفع او نیست، برای هر نماز یک وضو میکنن و نماز خدا میخوانن. در جریان این نماز، در جریان نماز اگر وضوی از اونها میشکنه، پیشاب میآید یا هوای میآید یا اینکه خون ریزش پیش میشود، چون حالت از کنترل اونها بیرون هست، برایشان اشکالی نداره و اونها نماز خدا تکمیل میکنن. اما برای نماز جدید وضوی جدید میگیرن. پس این از جمله نمونه هایی است که یعنی در حد از حد توانشان با وضو ادای نماز، با وضوی کامل ادای نماز ناممکن بود، با نحوه تعامل از اونها گذشت شده و سهولت شرعی برای اونها آمده. سلس البول و سلس الریح و شخصی که زنایی که خون ریزش دارند و این نمونه هایش هست. و پس در صورتی که مجال و امکان برای از اون بود یا که برای صحتی و آب مشکل داشت و تیمم هم کرده نمیتوانست، در این حالتی که برادر گرامی ما قرار داره تیمم هم برایش ممکن بود. اگر تیمم ممکن بود تیمم میکنه، در صورتی که کسی دیگری نبود، همونجا دستایشان سالم بوده باشه، تیمم خود انجام میده و تیمم میکنه. و در صورتی که اگر کسی بود، بهتر هست اعضایی که سالم هست و اعضای وضویی که سالم هست اونها را وضوی از اونها را تکمیل بکنه در حد امکان، مگر اینکه برای صحت او مضر بود، در این صورت باز برمیگرده به تیمم. اگر تیمم هم برایش ممکن نبود، به حالتی که هست ادا میکنه. درست. جزاکم الله خیر. سال اول خودمون سالی که در سالهای اسمس بینندگان بود، در مورد اینکه برادر بزرگتر حق کشیده ها رو میخوره، بیننده پرسیدن که من بچه اول خانه هستم و زحمت های خانه هم بر دوش من بوده، اما پدر و مادرم گفتن ارث را به برادر کوچکتر من دادن و به من ارث را ندادن. آیا این حق رو دارن و این اجازه رو دارن یا نه؟ نه خیر، هیچ یکی از اشخاص حقی نداره که یکی از ورثه را، چه فرزند بوده باشه چه غیر فرزند، از حقش محروم بکنه. هر نوع تقسیماتی که یکی از ورثه را از حق او محروم می‌سازد، چی در زندگی شخص بوده باشد و چی بعد از، کلا تا چه اندازه میتونه وصیت بکنه از مالش؟ برای ورثه نمیتونه که چیزی وصیت کنه. درست. ورثه همه هر یک حق و سهم شرعی خود میگیره. درست. نمیتونه که به یکی از ورثه وصیت اضافی داشته باشه تا به سه مال با کراهت هم، در صورتی که سرمایه او کمتر بوده باشد، با کراهت هم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که والثلث کثیر، سه هم خیلی زیاد است. درست. و با سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه فرمودن که انک ان تدع ورثتک اغنیا، تو اینکه ورثه خدا بی‌نیاز از دیگرها بگذاری، بهتر است از اینکه ان تدعهم عالة یتکففون الناس، اونها را در حالی بگذاری که نادار و ناتوان هستن و از مردم گدایی میکنن. درست. پس به جایی که صدقه کنی و وصیت به خیر کنی، تا اینکه انجامش ای باشه که ورثه تو صدقه خور شوند، از اون بهتر هست که هیچ وصیتی در این وسط نباشه. بله کسی که توان امکانات داره و امکاناتش به شکل است که به ورثه هم کفایت میکنه و به اضافه از او هم در این صورت برای او تا به 3/1 اجازه هست که وصیت کنه. اما در تقسیم برای ورثه، مخصوصا برای فرزندان، چی به عنوان ورثه چی به عنوان هدیه، مثلا شخص میتونه که بیرون از فرزندای خود به یک شخص چیزی هدیه بده. درست. اما نمیتونه که به یکی از فرزندان خود، چی دختر چی پسر، چیزی را به عنوان هدیه تقدیم کنه که دیگرها مثل او به دیگرها نداده، مگر با رضایت تمامی آنها.
و در این حدیث نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه است که خواهرزاده عبدالله بن رواحه رضی الله عنه بودن و از صحابه مشهور هستن. میگه که مادری و از پدرشان طلب کرد که برای پسری من، پسری کوچکی من هست، پسری خوردی من هست، برای چیز یک بخششی اضافه برای ازی باید بدهی و اون چیزی برای این تعیین کرد. سپس گفت که من با این قانع نیستم تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله را شاهد این قضیه نسازی. بعد که رسول الله صلی الله علیه و آله گواه بوده باشه و شاهد باشه که تو این هدیه و این جایزه اضافی و تحفه اضافی را به این پسر دادین برخلاف همه اولادای خود. وقتی که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آیا برای همه فرزندان خود چنین چیزی داده یا نه؟ برای همه اولادهای خود. یعنی در اینجا عدل در داد، در این تحفه عدل میان دختر، مساوات میان دختر و پسر لازمی هست. یعنی این به مانند قضیه ترکه و ارث نیست که پسر دوچندی دختر بگیره. درست. وقتی که تحفه در زندگیشان میته باید که مساوی بده، مساوی باشه، مگر با رضایتی طرفین، یکی از اطراف. دیگرش رضایت میگیریم که به همین چیزی بیته که نیازمند هست، نسبت به ما و کفایت خود کم بودتر هست، کم توان هست، در اون صورت اشکالی نداره. خب نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که به همشان چنین داده؟ گفت نه. گفت آیا میخواهی که همه اونها در خدمت برای تو یکسان باشن؟ برای اینم باید در نظر بگیره. پس این هم در نظر بگیر که باید خدمتی تو به همه از اونها یکسان باشه. درست. و در ادامه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که اذهب برو فلن اشهد علی زور، ما بر ستمگاری شاهد نمیشه. اون کاری که مبنای او بر ستمگاری و ظلم حتی اگر در ستم حق فرزندم باشیم، ما برای او گواه نمیشم. رسول الله صلی حتی به عنوان گواهی قضیه اون خدا راضی نشدی. بله راضی نشدن و ایران درست قرار دادن. پس این به هیچ وجه درست نیست. این یک جهت قضیه هست. درست. پس اگر هر تقسیمی که در اینجا شده اون تقسیم شرعاً غیر معتبر و لغو هست، دوباره تمامی از اونها مساویانه تقسیم میکنن، یا اینکه تقسیم ارثی بود بعد از وفات پدرشان همه از اونها برگردانده میشه و مساویانه تقسیم میشه. اما مسئله دیگری در اینجا است، مسئله ای که پرسنده عزیز مدعی هستند که این سرمایه جمع آوری خود او هست. وقتی که سرمایه جمع آوری خود او بوده باشد و دیگرها جمع آوری مشترک کلی نباشد و خود او اون سرمایه را به والدین نبخشیده باشد، در اینجا مستحق اصلی اون پول و دارایی خود شخص کسب کننده او می باشه. البته این قضیه در اینجا واضح نیست، کاملا روشن. نه تو من متوجه این حرفشون نشدم. بله. خود گفت که این چون گفتن زحمت ها برداشتن، زحمت ها برداشتن است و این سرمایه را که معمولا خب برادر بزرگ است، بله، یعنی خرج خونه و اینا رو بله. متقبل. این که سهمی از پدر هست و سهمی از برادرهای دیگر هست، یک کاری مشترکی دارن و اتفاقشان بری هست که سرمایه مشترک می باشه. این یک مسئله هست که به اتفاقشان می باشه. اما مسئله دیگری که ما داریم که رواجه های رایجی خیلی از مناطق هست، مخصوصا مناطقی عجم زمین، که شخص تا وقتی که پدری او زنده هست سرمایه شخصی از خود نداره. درست. این یک رواج عام نادرست هست. شخص خدمت پدر و مادر طور کلی بالای او فرض و واجب هست. درست. سرمایه که کسب میکنه، کمایی که داره، در اونجا
در صورتی که پدر و مادر نیازمندی داشته باشن، نیازمندی ضرورت برای زندگیشان، نه مصرف های اضافی بیکار، برای مصرف زندگی لازمیشان چیزی لازم داشته باشن، بدون اینکه قرضی از ای بستانند وام بوده باشد، بالای او حق دارند که برای مصارف لازمی زندگیشان به اونها خرج پردازند. درست. اما اضافی سرمایه مربوط به شخصی او بوده باشد و همین جا هست که در شریعت اسلامی وقتی که سوره نساء را ما مراجعه میکنیم و به مطالعه قرار میدهیم، در سوره نساء آیت های میراث وقتی که ذکر میشه و میگه که شخص وفات میکنه، پدر و مادر او اینقدر سهم دارن، همسری او این سهمی را دارن، درست. پسر و دختری او این سهمی را دارن. پس در صورتی که او سرمایه شخصی نداشته باشد، ملکیتی شخصی در زندگی پدر نداشته باشد، چگونه پدر یعنی در قانون شریعت پسر و دختر فرزندان شخص نسبت به پدر و مادرش میراث بیشتر میبرن، درست. از سرمایه او سهم بیشتری دارن. همسری او هم در اینجا سهمی داره، درست. که چی 8-1 هست یا که 4-1، یکی بر 4 است یا یکی بر 8. این سهم ها وقتی که اون ملکیت نداشته باشه، همه مربوطی تنها پدری از او بوده باشد و این ملکیت شخصی از اون باشد، این سهم ها از کجا میره و این حقوقی از اینها؟ درست. و ما یکی از مشکلاتی که در محیط های خود داریم، اصلی او همین خلل تصوری اجتماعی هست که به نام دین جازده و جاداده شده. مسئله بی میراث ماندن شخص در اولاد و طفلهای یتیم در صورتی که پدرشان در حضوری پدر بزرگشان وفات میکنه. درست. اصلا وقتی که این نظام ملکیت شخصی فرد در حضور پدرش، قسمی که شریعت اسلامی تنظیم کرده، مراعات شود، وقتی که اصلا پدری او کسب و کار و سرمایه باید داشته باشه. درست. وقتی که داره وفات میکنه، اون سرمایه از اون پدر و مادر 6-1 خود میگیرن، باقی همه سرمایهش به کی برمیگرده؟ فرزندی او برمیگرده. اگر یک دختر بود، باقیش به طور به عنوان عصبه به پدرش برمیگرده و نصف بری دختر میباشه. درست. ورنه همون 2/3 سرمایه به کی برمیگرده؟ به همین پسر یا که پسر و دختری که از او بجا مانده یا 2 دختری که از اون بجا مانده. پس در این صورت این مشکل اجتماعی که بسا اوقات وجود داره و بعضی غیر مسلمان ها از او استدلال میکنن برای خلل در قانون میراث اسلامی، این زاده همین تصوری، یعنی در 80-90% حالاتش زاده همین تصور اشتباهی است که به اشتباه به نام دین و مطلب دینی خود جا کرده و جا زده در اینجا. وقتی که این تصحیح شود، از این مشکل دیگری هم ما در 80% از مسائل بیرون میشه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که نماز عشا را میتوان، آیا میشه نماز عشا را قبل از اذان صبح به تأخیر انداخت؟ نماز عشا تا به نصف شب وقتی اصلیش هست، تا به 2/3 شب وقتی یعنی مجازش هست. درست. نه وقتی اصلی او. وقتی اصلی او در نیمه شب به پایان میرسه. بهتر هست که تا به نیمه شب خوانده شود، ورنه تا به 2/3 اولی شب. از اون به بعد از وقتی اصلیش چی می باشه؟ قضا می شود. درست. عنوان قضا خوانده می شود، نه به عنوانش. اما نماز ویتر و نماز شب تا به طلوع صبح صادق وقت داره و ادامه داره.
بلکه از شماری از صحابه کرام چون عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه و دیگران ادای نماز ویتر بعد از اذان نماز صبح هم ثابت هست و آمده. لذا در اون سهولت هم در این قسمت وجود داره که کسی که از پیش از او فوت میشه و خوانده نمیتونه میدونه که قبل از این که سنت نماز فجر خود ادا کنه نماز وتر خود بخونه. اگر کسی که در این فرصت هم برای او میسر نشد وقتی دیگری هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شب‌هایی که نماز شبشان میموند در اون وقت نماز شب خود یا قضای نماز شب خود ادا میکردن که چون نماز شب بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ واجب بود، فرض بود. و من اللیل فتهجد به نافلة لک. این حکمی اختصاصی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. خب در صبح ادای او برایش واجب بود. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اما در ادای صبح یک نکته را مراعات میکردن که همین نماز شب خود که 11 رکعت میخواندن یک رکعت دیگه بر او اضافه افزوده 12 رکعت ادا میکردن. نه ویتر علاوه بر ویتر یک رکعت اضافه میکردن. بله تا ویتر نباشه. درست. اینجا چون روز یک ویتری داره باز. درست. نماز ویتر نماز روز کدام است؟ درست. نماز مغرب. دو ویتر به هم جمع نمیشه. خب پس که در پایان روز هست. پس در اینجا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز ویتر نماز تهجد وقتی که قضای او را میخواندن ویتر با یک رکعت دیگری جفت میساختن و جفت میخواندن. فرق بین نماز ویتر و شب چیه؟ آیا فرق داره یا نه؟ نماز ویتر بخشی از نماز شب است. درست. کسی که مثلا تنها نماز ویتر خواند همون سهمی در نماز شب داره، اما بر علاوه از نماز ویتر همین بخشیش است که یک رکعت فردی در اون وجود داره. همین رکعت فردی به نام چی یاد میشه؟ ویتر. و اگر رکعت های دیگری در پیوند با او متصل با او خوانده شد اونها هم جزئی ویتر به شمار میرن. بر علاوه از رکعات دیگری که خوانده میشود تنها دو رکعتی که خوانده میشود با سلام در مجموعشان اونها جزئی نماز شب میباشند، جزئی ویتر نیستن مگر در دو رکعت اخیر که نزد بعضی علما جزئی از یا نزد تعداد زیادی از علما جزئی از پیوند در پیوند با ویتر به شمار میره و جزئی از ویتر به شمار میره. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن اگر شخصی در خواب ببیند یا مردی در خواب ببیند که همسرش را طلاق داده است آیا در عمل هم همسرش را طلاق همسرش این طلاق واقع میشه یا نه؟ اینجا این شخص با وسوسه شیطان هیچ توجهی نکنه و وسوسه شیطان به خود راه نده و از الله تبارک تعالی دیگر پناه از این مصیبت پناه بخواه. هیچ نوع اثری در زندگی او نداره، بلکه یکی از وساوس شیطان هست که برای او القا میکنه. پس از خواب که بیدار شد اعوذ بالله خوانده دو سی شب خود 3 بار توف باندازه و باز با پروردگار خود خواب کنه تا اینکه الله تبارک تعالی او را از شر این آفت نگه بداره. انشاءالله. جزاکم الله خیر. رفتن پیش پیر و مرید و اهل طریقت آیا درست است یا نه؟ این چیزی است که در بعدها ایجاد شده. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام تابعین و تبع تابعین اونها چیزی وجود نداشت. زمانی که مردم از قرآن و سنت چیزی فاصله گرفتن به اندازه فاصله گیریشان به همون اندازه به این خرافات روی آوردن و حتی به حدی رسیدن که بعضی هایشان گفت که یکی شریعت هست و یکی طریقت. شریعت عمل به ظاهر اسلام هست و طریقت مقدم هست بالای شریعت و این خودش در ذات خود یکی از کفریات هست که الله تبارک تعالی از اون شخص را نگاه بکنه. ولی همه اهل طریقت با چنین فکری
و با چنین بینشی نیستن. اگر کسی که به این بینش بود که طریقت و راهی که او داره نسبت به طریق آن چیزی که شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه و هست مقدمتر بوده باشه و مقدم بدانه، در اونجا در ایمان او خلل هست و باید تدارک بکنه و به درگاه الله تعالی توبه کنه. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که گاه وقتی بر زبانم یک زخم یا جراحتی ظاهر می شود که نمیتوانم حرف بزنم و صحبت کنم. آیا میتونم قرآن را در نماز قرآن را در دل بخونم و نمازم درست است یا نه؟ خود در صورتی که آهسته هم به خود خواندن نمیتوانسته باشه، از تا حدی که توان او هست به حد مکلف هست و در صورتی که به اشاره میتونسته باشه به اشاره میخوانه. اگر حتی به اشاره نبود به اشاره چشم نماز خود ادا میکنه، گویا این هیچ نوع حرکت دیگه، هیچ چیزی دیگری از اعضای او عضو دیگری از اعضای او حرکت نکرده، تنها چشم خود حرکت داده. باز هم چون توانش همون هست نماز او میشه. پس انسان به اندازه توانش مکلف است. هر آنچه از توان او بیرون بود مکلفیت او از او و فرضیت او از او چی میشه؟ ساخت میشه. تشکر میکنم از شما. اگر آبی در آفتاب گرم شده باشد آیا میشود با این آب وضو بگیرد؟ اشکالی نداره داری. درست. حدیثی که در اینجا آمده حدیث ضعیف است، قول بعضی حکیم ها هست، اما از رسول الله صلی الله علیه و آله ثبوت نداره. حدیثی در راجبه این که چیز وضو گرفتن از آبی گرم شده در آفتاب خطری پیش شدن را داره و از اون منع میکنه. این حدیث از نبی اکرم صلی الله علیه و آله هیچ ثبوت نداره. قولی حکیم طبیب ها هست، صحت داشته باشه نداشته باشه مسئله جداگانه خدا داره، اما از لحاظ شرعی هیچ مشکلی نداره. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده این است گفتن که بعضی قرآن هایی هستن که در ایران چاپ شده است و در بالای این قرآن رسم هایی است که در صفحه اولش گفتن که رسم بلبل هست و در صفحه دیگرش دعای امام جعفر رحمت الله علیه درج شده است. خواندن این قرآن درست است یا نه؟ اولا رسم حیوانات در قرآن کریم جزئی از توهین به قرآن کریم به شمار می رود و این جزئی از جرم اون شرکت چاپ کننده این قرآن کریم هست که در کنار قرآن کریم تصاویر حیوانات را به چاپ رسانده. اما تنها این مانع استفاده از اصل قرآن کریم نمیشه و اون میتونه که اون تصویر را برداری یا که با قلم آن را یعنی محو کنی و قرآن که خود را بخوانید. در صورتی که قرآن کریم متن قرآن کریم چی باشد درست بوده باشد و اشکال و اخطایی در اون وجود نداشته باشه که یعنی بسا اوقات شرکت های تجارتی در اینجا کوتاهی در بررسی متن قرآن کریم دارن که اخطا و غلطی های زیاده در اونها دیده میشه، چی از قرآن کریم هایی که در پاکستان به چاپ رسیده و چی از قرآن کریم هایی که در ایران و بعضی جاهای دیگر به چاپ رسیده. اما در اکثر این اخطا تعمدی نمی باشه بلکه از خطای چاپی و از کوتاهی و یعنی چیز غفلتی اونها در این قضیه می باشه، ورنه اگر قصدی بوده باشه شخصی که قصداً چیزی از قرآن کریم را دستکاری میکنه تحریف میکنه و مسلمان نمی باشه و کافر میشه. و اینجا جوابی اون دروغی کسی که چند بار تلاش کرد که دروغ بالای ابن تیمیه رحمه الله بگوید که اونها در کتاب خود گفته باشن که قرآن کریم تحریف شده، گویا اون آخوند کلینی هست و من فکر کنم کتاب منهاج السنه رو خونده دیده که نوشته نقد کردنه محلی میگن قرآن تحریف، اینم داره آدرس میده. این درسته؟ این آدرس از حرفای شیعه است که رد حلی چیزی نوشته و اینها نقد کردن و همچنان مجلسی در کتاب کفریات خود
چیزی قاموس کفریاتی است و چی نام داره بنامه؟ بحر الانوار. در اون قمی در تفسیرش، اون دیگرش در کافی، اصول کافی و غیر از کتاب هایی که از این خرافات و از این کفریات پر هست، فکر کردن که اینها در جزئی از برداشت های مسلمان ها هستن. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن اگر شوهر عرق خورده باشد آیا زن میتونه بدون پرسش از او از خانه بیرون روند؟ در اینجا جالب است، اگر احیانا بیرون نشوه شاید که عواقب بده به اون متوجه حال او شوه. در صورتی که خطر جان او بوده باشد برای او واجب هست که بیرون شوه. اما در صورتی که خطر جانی او نبوده باشد و از این ناحیه نبوده خطر متوجه او نمیشده باشد، در اون صورت نباید از خانه خود بدون اجازه شوهر بیرون شود، اگرچه در این وقت اون اجازه ای نداره، چون حتی در این وقت اجازه به تیانت اعتباری نداره، چون مدهوشی هست که نمیدانه چی کرده و چی داره چی میکنه. تا اینجا حکم چیزی او اجازه و عدم اجازه او، چی اجازه چی عدم اجازه او اعتباری نداره و در حالت مدهوشی اگر تصرفات دیگری هم انجام میده از قبل طلاق و غیره، اون هم محلی نظری خود داره که در اونجا بررسی جداگانه خود داره. درست، جزاکم الله خیر. به سوالای اسمس بینندگان برمیگردیم و بیننده پرسیدن دختری که قبلا یک بار ازدواج کرده باشد، ازدواج ناموفق، و الان با رضایت خودش و خواهر و برادر و مادرش به غیر از رضایت پدر با تعیین کردن مهریه و وجود شاهد آیا میتواند به عقد مرد دیگری در بیاید یا رضایت پدر شرط است؟ اینجا تفصیل داره این قضیه. اگر پدر مانع ازدواج او با شخص اهل و مناسب برای او بوده باشه و یا این که مصیر باشه به ازدواج ناموفق دیگری او به شخصی نامناسب دیگری، درست، در این صورت با مراجعه محکمه میتوانه که حق ولایت او را ساقط بکنه و برادری یا شخصی نزدیکتر به او، دومین ولی که نزدیک به او هست، قایم مقام اون ولی قریب، قایم مقام پدر یا برادری بزرگ و غیره قرار بگیره. این اجراعات رسمی و قانونی خود داره به حساب شرعی. آیا در محیط ها این میسر هست یا نیست مسئله جداگانه است. اگر در محیطی که هیچ یکی از اینها میسر نیست و فیصله های فامیلی عموما می بوده باشد، در اون صورت هم با فیصله های فامیلی در صورتی که این قضیه قطعی بوده باشد، عموما فیصله های قریه‌ای و قبیله‌ای می باشد، از طریق اون برای حفظ انسجام اجتماعی خانواده با محیط زیست باید که تنظیم و تنسیق بکنن و در این صورت که خلل در عمل کرده پدر هست و اون مانع ازدواج درستی او برای مجبور ساختن او به ازدواج نادرسته میشده باشه، در اون صورت اعتبار ولایت او ساقط میشه. و همچنان قضیه دیگری هست که پدر عموما دختر خود نمیتونه به پدر یا برادر یا هر ولی که بوده باشد نمیتواند که دختری که در زیر ولایت او هست او را به نکاحی که مورد رضایت او نیست مجبور بسازه. درست. بلکه در صورتی که چنین چیزی او را مجبور ساخت میتونه که به محکمه مراجعه کنه و محکمه بعد از بررسی درستی قضیه برای او، یعنی مأموریت محکمه هست، حق بالای محکمه هست که
بعد از بررسی قضیه دختر را مختار قرار بده که همراه اون شوهری که پدری او انتخاب کرده باقی میمونه یا اینکه لغو ولایت میشه و پدری او و شوهر مناسب دیگری و مورد رضای او برای انتخاب میشه و این تحت ولایت شخصی دیگری دورتر از او شوهر برای او انتخاب میشه. اگر هیچ کسی دیگری نبود محکمه خودی او در این قضیه فیصله میکنه. پس قضیه اجمالی محضی نداره که یعنی بگویی که درست هست یا اینکه کلا نادرست است. تفصیل خود داره که مطابق این تفصیل میشه که قضیه این خواهر گرامی و برادر و مادری از او از قبیل درستی او بوده باشد و میشه که تفاصیل قضیه که به ما معلوم نیست از قبیل نادرستی بوده باشد که احیانا میشه که پدر شخصی مناسب تری را در نظر داره و اون شخص اهلتر هست، اشکالی از اون قضیه نداره، اما مادر و بعضی های دیگری در اون قضیه موافق نیستن. اون مسئله جای خود داره، منتها در ازدواج رضایت دختر زن بالغ و موافقه او در ازدواج رکنی از ارکان ازدواج است. باید داماد و عروس به این ازدواج رضایت داشته باشند، اگرچه رضایت نسبی بوده باشد. اگر اونها این ازدواج را رد میکرده باشند و نمیپذیرفته باشند، این ازدواج هر قدر عقد نکاح بالای او خوانده شود معتبر نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن ادرار نوزاد تا چند ماهگی اگر به لباس بخوره وضو باطل نمیشه؟ تا هر چی هست. با ادرار چی نوزاد چی غیر نوزاد، وقتی که ادرار خود شخص نبوده باشد وضوء او به ادرار شخصی دیگری نمیشکنه، بلکه همون جایی که ادرار به او رسیده او را میشویه، شستشو میکنه و پاک میکنه، نماز خدا میخونه. اما در نوزاد یک حکمی خاصی هست که تا به زمانی که تنها شیر استفاده میکنه، نوزاد پسر نه نوزاد دختر، نوزاد پسر تا زمانی که شیر استفاده میکنه در شستن و پاکاری جایی که پیشابی او رسیده یک آب پاش دادن کفایت میکنه. یعنی شستن بسیار شدید لازمی نیست و علت ای همی است که باکتریایی که در چیزی از او هست خفیف هست نسبت به دختر و بویی که در بوی او سبک و خفیف می باشه، برخلاف دختر نوزاد شیرخوار که از ابتدا بوی پیشابی او نسبتا شدیدتر می باشه و باکتریای اون بیشتر و قویتر که باید که با شستشویی منظم شود. جزاکم الله خیر. اگر کسی سحر شده باشد باید چی کار کنه؟ درمان سحر باید در اینجا چند راه داره. اولا مراجعه به جادو دیگری برای شکستن این جادو برای او درست نیست، اگرچه بعضی علما در بعضی حالاتی که هیچ چاره‌ای نداره و خطر مرگی او هست و امثال ای جواز دادن. اما چون هیچ جادو در اصل خود کفر هست و هیچ جادوگر بدون کفر به الله و سجده به شیطان و عبادت شیطان جادویی را انجام داده نمیتونه. از مراجعه این شخص برای بازگشایی جادو توسط جادوگری دیگره، مراجعه ای برای انجام کفر هست، برای انجام کفر هست، عبادت غیر الله و بیرون شدن از ایمان هست که برای هیچ یکی از اون روا نیست، نه به این شخص نه به اون شخص دیگر. و در عموم وقتی که اون کفر میکنه اون جادوگر
در کفر خود این شخص را شریک می‌سازه. چون مثلا از او حیوان طلب میکنه تا به اینکه او را برای به گفته خودش برای از اون نمیگویه، اما او را برای شیطان ذبح میکنه. شیطانی که او را عبادت میکنه. یا یکی از نشانه‌های جادوگران همینه دیگه. طلب میکنن یه چیز رو قربانی بکنن، حتی تخم مرغ هم یک تخم مرغ است، یک مرغ سفید هست و اشکال مختلفی است میکنه. و یا قرآن کریم، آیات های قرآن کریم به نجاست و غیره معاذ الله با او مینویسه. همه گیز اینها نشانه های جادوگری هست و آن که این نوشتن ایره به نجاست جواز داده جزی از باورمندان به جادو هست. یعنی این فتوای کاملا نادرست و بدور از شریعت است در هر حالتی باشه. خب این یک مسئله است. مسئله دوم تداوی نزد شخصی که با آیات های قرآن کریم، خواندن آیات های قرآن کریم، دعاها و غیره تداوی میکنه تا که جن از او بیرون شود، جنی که از جانب این شیطان جادوگر موظف شده تا که در وجود او داخل شود و او را اذیت کنه. با آیات های سوره های قرآن کریم، خواندن های قرآن کریم او را تداوی میکنه، میتونه با اون اشخاص مراجعه کنه و اینجا دقیق بوده باشه که شخصی مدعی نبوده باشد، واقعا این کار را دقیق انجام میده باشد. و در اینجا یکی از شبکه‌های تلویزیونی هم هست، چند تا، یکیش به نام الحقیقه هست عربی که هاشمی دیگه. بله که هاشمی صاحبشه. نه نمیدونم کی هست. نه المستقله هست هاشمی. نه اونم فکر کنم اهل عمان دیگه. خب بله الحقیقه هست و چیزهای اون هم چیزهایی را میخونه، سوره ها میخونه و چیزهایی داره که در اینجا کار میکنه، اما تفاصیل کاری او را من دقیق نمیدانم که چی مشکلاتی در وسط نداشته باشه و نه در ظاهر مشکلی نداره. از طریق اون هم گوش دادن به او و باز کردن او در تلویزیونی که خانه هست و اتاق مریض هست، این هم میشه یکی از راههای علاج. چون وقتی که صدای قرآن کریم یا از طریق گوش دادن به تلاوت هایی که در سوره هایی که چیز هست در این قضیه مفید هست و مفید مانند آیات هایی که در اونها ابطال جادوگران فرعون توسط موسی علیه السلام ذکر شده، سوره دخان، سوره واقعه، سوره جاسیه، سوره زخرف و قریب به اینها، سوره الرحمن. یعنی این سوره هایی که در اینها ذکر قیامت هست، صافات و غیره سوره هایی که هست در اینجا، اینها را میخونه یا که از طریق نوار به اونها گوش میده. این هم یا خودی از او شخص میخونه تا به اینکه در او تأثیر بکنه یا که اون شیطان ضعیف شوه، از تأثیر او ضعیف شوه از وجودی. خصمی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله با معوذتین تداوی شد. یکی تداوی دیگری در اینجا هست، در پهلوی این تداوی دیگری به نام تداوی به عنوان تداوی گیاهی همراه قرآن کریم که 7 برگ سدر، درست 7 برگ سدر، 7 برگ سدر همراه میده میکنه، همراه آب و همچنین بعضی آیاتی را می نویسه و از آب او می نوشه. درست. این چیزهایی است که در تفاصیل اون در جاهایش ذکر شده و اینها مؤثر می باشند در وجود خود. که خوندن آیات الکرسی و معوذتین، خوندن آیات الکرسی و معوذتین، 2 آیات آخر سوره بقره و همچنین ای آیات های سوره های دیگری که ذکر شد، سوره جن از جمله خیلی مهم است، سوره احقاف مهم است که در اون داستان اسلام آوردن اونها هست، جنیات. تمام اینها مفید هست و هر یک از اینها را میخوانه و اینها مؤثر میشه. خلاصه تداوی با قرآن کریم، با دعاهای مأثور و با طریقه شرعی برای از او مجال او از چندین جهت مفتوح باز است، میتونه که از این طریق علاج بکنه، اما علاج از طریق روی کرد به جادوی دیگر برای او روا نیست. درست.
جزاکم الله خیر، خسته نباشین. وقت برنامه هم تمام شد. تشکر میکنیم که وقتتون رو به ما دادین. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه پای برنامه نشستن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لأزيل الحي